در 22 ژوئیه سال 1992 در تگزاس ایالات متحده آمریکا هنرمند چند وجهی متولد میشه. مادرش اصالتی ایتالیایی داره و پدرش مکزیکیه و فرهنگ غنی اسپانیایی رو همراه خودش داره و خودش همیشه در مورد خانواده‌اش میگه ما همیشه برای شکرگزاری در روزهای جشن به کلیسا میرویم و همیشه تاکید کرده که تمامی کارهایمان را بر حساب مذهب کاتولیک انجام میده. متاسفانه وقتی 5 سالش میشه پدر مادرش از هم جدا میشن و او در کنار مادرش بزرگ میشه. های گایز، خوش اومدین به چنل من. سلنا گومز. نمیدونم اسم هنر سلنا گومز رو چی بذارم. سلنا هم بازیگره، هم خواننده است، هم تهیه کننده آمریکاییه. درست توی 10 سالگی سلنا با بازی در مجموعه تلویزیونی کودکانه بارنی و دوستان وارد حرفه بازیگری میشه و اولین فیلم خودش رو بازی میکنه. سلنا به شدت به شهرت میرسه و در سال 2007 در نقش الکس روز در مجموعه تلویزیون جادوگران محلی ویرونی از شبکه معروف دیزنی پخش میشه و به شهرت میرسه. سلنا به سرعت در چندین فیلم و سریال حضور پیدا میکنه و گوینده یکی از نقش‌های فرانچیزا در انیمیشن سینمایی هتل ترانسیلوانیا بوده است. گومز به خاطر بازی در فیلم و سریال‌های متعدد نامزد جایزه گلدن گلوب هم شده. و اما سلنا گومز از طریق شرکت‌های تولیدی که داره تهیه کننده مجموعه‌های تلویزیونی هم شده که به عنوان تهیه کننده برتر نامزد جایزه امی پرایم شده. این آمریکایی مکزیک تبار در سال 2009 در 16 سالگی با هالیوود رکوردز قرارداد امضا میکنه و وارد حرفه موسیقی و خوانندگی میشه. سلنا اولین تک آهنگ خودشو با نام هر چیز آنطور که به نظر میرسد نیست برای مجموعه جادوگران محله ویرلی منتشر میکنه. سلنا گومز عهدهدار نقش اصلی الکس روز در مجموعه جادوگران محله ویرلی شده بود. حضور وی در این مجموعه و خوانندگی سلنا به بیش از 11.5 میلیون بیننده در نخستین قسمت خودش دست یابد. سلنا تونست به خاطر حضور در مجموعه جادوگران محله ویرلی جایزه نوجوان برگزیده را هم از آن خودش بکنه. سلنا گومز در سال 2015 آلبوم استودیوی خودش به عنوان احیا رو منتشر کرد. این آلبوم به قدر زیبا بود که گواهینامه پلاتین را از انجمن صنعت ضبط موسیقی ایالات‌های متحده آمریکا دریافت کرد. یکی از آهنگ‌های آلبوم احیا آهنگ Good For You بود که با رپر معروف آمریکایی A.S.P. Rocker همکاری کرده بود. این آهنگ به قدری زیبا و جالب و هیجان انگیز بود که جزو 5 ترک موزیک برتر آمریکا قرار گرفت. در هفته اول 179,000 نسخه از آن به فروش رفت. در 10 ژانویه 2020 آلبوم کمیاب سلنا گومز منتشر شد. این آلبوم به سرعت تونست رتبه 15 جایگاه برترین آلبوم‌های آمریکا بیلبورد رو از آن خودش کنه. سال 2008 سلنا گومز با ستاره دیزنی نیک جونز وارد رابطه میشه که باعث حضور سلنا در آهنگ‌های جونز برادرز هم میشه. متاسفانه سال 2009 این زوج رابطه‌شان رو به هم میزنن. اتفاقی که سال 2010 باعث شد کلیه رسانه‌های جهان به آن بپردازند شروع قرار گذاشتن سلنا گومز با خواننده کانادایی جاستین بیبر بود. سلنا گومز و جاستین بیبر در 27 فوریه 2011 با هم در جشن اسکار حضور یافتند و پس از چندین ماه گمانه‌زنی در خصوص رابطه عاشقانه بین این دو نفر رابطه آنها تایید شد. این زوج به سرعت مورد توجه بسیار از رسانه‌ها قرار گرفت و همین موضوع باعث شهرت و معروف شدن این دو هنرمند شد. گومز و بیبر پس از قهر و آشتی‌های بسیار در نهایت سال 2014 از هم جدا شدند. بعد جاستین بیبر شایعات زیادی در مورد ارتباط سلنا گومز با بازیگران و خوانندگان مشهور زیادی بود که هیچ کدوم مورد تایید سلنا گومز قرار نگرفت و در دسامبر سال 2023 سلنا گومز تایید کرد که با بنی بلانکو تهیه کننده موسیقی و خواننده آمریکایی وارد رابطه شده است. سلنا گومز